حدود 100,000 سرباز هخامنشی به فرماندهی مردونیه آماده بودند تا کل یونان را تحت فرمان خشایارشا در بیارن و در مقابل 100,000 سرباز یونانی که از سرتاسر دولت شهرهای یونان جمع شده بودند تا جلوی این کار را بگیرن و میدونستن شکست در این جنگ یعنی احتمالاً سقوط تمام یونان. دوستان سلام، امیدواریم که حالتون خوب باشه. من اشکان کریمی هستم و رسیدیم به آخرین جنگ از سری دوم جنگ‌های امپراتوری هخامنشی و دولت شهرهای یونان در زمان خشایارشا. در ویدیو قبل گفتیم که بعد از ناکامی در نبرد سالامیس، خشایارشا تصمیم میگیره به آسیا برگرده، اما مردونیه داماد داریوش بزرگ رو با حدود 100,000 سرباز برای فتح باقی نقاط یونان در اروپا گذاشت. مردونیه و افرادش زمستان رو در شمال یونان و دشت‌های تسالی گذراندند و بعد از پایان زمستان و رسیدن بهار مردونیه قاصدی به نام الکساندر رو نزد آتنی‌ها فرستاد با این مضمون که خشایارشا گفته اگر آتنی‌ها با من متحد بشن نه تنها اونا رو به خاطر جنگ‌های قبلی خواهم بخشید بلکه معابد آنها رو هم که ویران کرده بودن بازسازی خواهم کرد. همزمان که قاصد مردونیه در آتن بود خبر به اسپارتیا رسید و اونا هم قاصدی به سمت آتن فرستادن، به این دلیل که میدونستن در صورت اتحاد آتنی‌ها با مردونیه احتمالاً سقوط اسپارت و باقی یونان هم حتمیه. سفیر اسپارتیا خطاب به آتنی‌ها گفت از شما خواهش میکنیم ضرر به یونان نرسانید و تکالیف خارجی‌ها را نپذیرید. اگر چنین کنید ظلم بزرگی به یونان و به خود خواهید کرد. این جنگ را شما باعث شدید، حال آنکه ما نمیخواستیم با پارس بجنگیم. ما حاضریم که به شما یاری رسانیده در طول جنگ زنان، فرزندان و سالمندان شما را نگهداری کنیم. آتنی‌ها تصمیم میگیرند بین اسپارت و مردونیه اسپارت رو به عنوان متحد خودشون انتخاب کنند. الکساندر که یک مقدونیه‌ای بود و شناخت خوبی هم از یونانی‌ها داشت به مردونیه میگه اشخاصی را با پول نزد بزرگان آتن بفرست. آنگاه خواهی دید که خیالات آنها چقدر کودکانه است و تو موفق خواهی شد که آنها را از یکدیگر جدا کرده و مطیع خود کنی. اما مردونیه این پیشنهاد را قبول نمیکنه و تصمیم میگیره به آتن حمله کنه. مثل 10 ماه قبل که خشایارشا تونسته بود آتن را بدون هیچ مقاومتی فتح کنه، این بار هم مردونیه آتن را بدون مقاومت خاصی فتح میکنه، چون تقریبا تمام مردم آتن به سمت جزیره سالامیس رفته بودند. به این ترتیب آتن برای دومی بار توسط هخامنشی‌ها فتح میشه. آتنی‌ها که در جزیره سالامیس بودند به اسپارت نامه فرستادند که ما به خاطر یونان پیشنهاد اتحاد با مردونیه را رد کردیم و به همین خاطر آتن دوباره توسط مردونیه فتح شد و ما مجبور شدیم به سالامیس بیاییم و هرچه سریعتر منتظر نیروهای کمکی شما هستیم. اسپارتیا که این نامه رو میبینن به این خاطر که دیوارهای دفاعی خودشون رو ساخته بودن و شهرشون رو برای دفاع در مقابل مردونیه آماده کرده بودن هیچ اعتنایی نمیکنن، اما بعد از ترس اینکه به خاطر این کارشون ممکنه آتنی‌ها با مردونیه متحد بشن بلافاصله پوزانیاس رو با حدود 10,000 سرباز به طرف سالامیس فرستادن. بعد از رسیدن نیروهای کمکی از اسپارت سربازان متحد یونان به سمت ارتش مردونیه حرکت میکنن. مردونیه که نتیجه جنگ با یونانی‌ها در زمین‌های کم وسعت رو دیده بود تصمیم میگیره سپاهش رو به طرف دشت‌های تب که وسعت زیادی داشتن ببره، جایی که کاملا مناسب عملیات سوار نظام پارس‌ها بود. بعد از چند روز سرانجام نیروهای متحد یونان به دشت‌های تب رسیدند و در مقابل ارتش مردونیه آرایش نظامی گرفتند. مردونیه فرماندهی سوار نظام ارتشش رو به یکی از فرمانده‌های نامی خودش به نام ماسیستیوس میسپاره و خودش هم فرماندهی باقی نیروها رو دست میگیره. جنگ با حمله سوار نظام پارس‌ها شروع میشه و سوار نظام ارتش مردونیه موفق میشه در همون ابتدا تلفات زیادی به ارتش یونان وارد کنه، اما در حین جنگ ماسیستیوس فرمانده سوار نظام ایران کشته میشه. ارتش هخامنشی که متوجه کشته شدن ماسیستیوس میشه تصمیم میگیره دست از ادامه جنگ برداره و دست به عقب نشینی بزنه و روز اول رو در غم از دست دادن یکی از نامی‌ترین فرماندهاشون سر میکنن. بعد از این جنگ فرماندهان ارتش یونان که متوجه میشن جنگ در دشت تب اصلا به نفعشون نیست تصمیم میگیرن به طرف پلاته حرکت کنن، چرا که دشت پلاته رو جای مناسبتری برای جنگیدن با ارتش مردونیه میدونستن. مردونیه هم که عقب نشینی یونانی ها رو میبینه تصمیم میگیره به همراه ارتشش به سمت پلاته حرکت کنه. بعد از اینکه دو ارتش به پلاته رسیدن در مقابل هم اردو زدن، اما تا 7 روز با هم وارد جنگ نمیشن.
هرودوت در این باره میگه فرمانده های دو لشکر بعد از برپایی اردوگاه در پلاته پیشگوهاشون رو احضار میکنن تا نظرشون در مورد جنگ رو بپرسن و پیشگوهای هر دو ارتش پیشنهاد میکنن اگر میخواید پیروز این جنگ باشید آرایش تدافعی بگیرین. برای همینم تا 7 روز هیچ یک از دو طرف حاضر نمیشه شروع کننده جنگ باشه. اما در این 7 روز اوضاع چندان به نفع مردونیه پیش نمیرفت، چرا که هم آذوقه ارتش هخامنشی رو به اتمام بود و هم به این دلیل که روز به روز به تعداد ارتش متحد یونان اضافه میشد. بعد از 7 روز مردونیه تعدادی از سواره‌های کماندار خودش رو به طرف یونانی ها میفرسته تا به شیوه جنگ و گریز اونا رو تحریک به جنگ کنه. اما این روش هم جواب نداد و 3 روز دیگه هم به همین منوال گذشت. روز 11 نیروهای زیادی به کمک یونانی ها در پلاته رسید و ارتباز یکی از بزرگان پارس که این وضعیت رو میبینه به مردونیه پیشنهاد میکنه به طرف شهر تب عقب نشینی کنه و به جاش با پرداخت طلا و نقره به یونانی ها اونا رو از جنگ منصرف کنه. اما مردونیه این پیشنهاد رو قبول نمیکنه و تصمیم میگیره فردا جنگ رو شروع کنه. در همان شب یکی از افراد ارتش مردونیه به نام اسکندر خودش رو به یونانی ها میرسونه و تمام نقشه‌های مردونیه برای جنگ فردا رو پیش فرماندهان ارتش یونان فاش میکنه. صبح که میشه دو ارتش مقابل هم قرار میگیرن. 100,000 سرباز هخامنشی در مقابل 100,000 سرباز یونانی. مثل جنگ قبل در تب این بار هم جنگ با حمله سوار نظام ایران شروع میشه و جنگی سخت بین دو ارتش در میگیره که در ابتدا هخامنشیان موفق میشن تلفات سنگینی به ارتش یونان وارد کنن، اما در حین جنگ مردونیه فرمانده ارتش ایران در این جنگ کشته میشه و سربازان هخامنشی که متوجه میشن فرماندهشون کشته شده شدیداً دچار افت روحیه میشن و دست به فرار میزنن و یونانی ها هم اونا رو تعقیب و تقریبا تمام سربازان هخامنشی رو قتل عام میکنن و از 100,000 سرباز هخامنشی فقط 3,000 نفر موفق میشن جون خودشون رو نجات بدن. این 3,000 سرباز به میکال میرن و در اونجا استحکامات دفاعی برای مقابله با یونانی ها برپا میکنن. ارتش یونان به میکال حمله میکنه و با مقاومت سرسخت این 3,000 سرباز هخامنشی روبرو میشه، اما در نهایت این مقاومت هم شکست خورد. بعد از پیروزی در میکال یونانی ها به باقی نقاط ایونی نشین در غرب آناتولیا هم حمله میکنن و اونجاها رو هم میگیرن. چند سال بعد ارتش متحد یونان به تمام مناطق تحت فرمان هخامنشی‌ها در شمال یونان، مقدونیه و تراکیه حمله و اون مناطق رو هم از سیطره هخامنشی‌ها خارج میکنه تا به این صورت تمام مناطقی که در زمان داریوش بزرگ زمینه خاک امپراتوری هخامنشی‌ها شده بود از ایران جدا بشه و خشایارشا هم دیگه اقدامی برای بازپسگیری این مناطق نمیکنه. شاید به این خاطر که دیگه ارتش قدرتمندی برای بازپسگیری این مناطق نداشت و غیر از ارتش محدودی که بعد از جنگ سالامیس با خودش به آسیا برگردوند، تمام سربازانی که برای فتح یونان برده بود در جنگ‌های سالامیس، پلاته و میکال کشته شده بودند. این رو هم بگیم که مناطق غرب آسیای صغیر تقریبا 100 سال بعد و در زمان اردشیر دوم مجدد به خاک هخامنشی‌ها برمیگرده، اما مناطق آن سوی دریای سیاه یعنی تراکیه و مقدونیه دیگه هیچ وقت به خاک هخامنشی‌ها برنگشتن. سال 465 قبل از میلاد خشایارشا در خوابگاه خودش طی توطئه‌ای به دست اردوان رئیس گارد سلطنتی کشته میشه تا به این صورت حکومت خشایارشا بعد از حدوداً 20 سال و در سن 55 سالگی به اتمام برسه. بعد از اون اردوان پسر اول خشایارشا یعنی داریوش رو هم میکشه و اردشیر پسر سوم خشایارشا رو به تخت میشونه و قصد داشت اردشیر رو هم بعد از چند ماه در فرصت مناسب از سر راه برداره و خودش به تخت بشینه. اما اردشیر که متوجه این نیت اردوان میشه پیش دستی میکنه و اردوان رو میکشه که توی ویدیوی هفته بعد مفصل در مورد پادشاهی اردشیر اول هخامنشی صحبت خواهیم کرد. ممنون از وقتی که گذاشتید و ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگر ویدیو رو دوست داشتید دکمه لایک رو بزنید. کانال ما رو اگه هنوز سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید و اون دکمه زنگوله رو هم حتما بزنید تا به محض اینکه ویدیوی آپلود کردیم اولین نفر مطلع بشید و تشریف بیارید و ویدیو رو تماشا کنید. همینطور نظرتون در مورد این ویدیو و علل ناکامی خشایارشا در فتح یونان رو حتما تو کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.